خوش اومدید به اتاق خبر امروز. با من ستاره نوروزی. قرار هست که امروز در مورد بازگشت انویدیا به چین که برای یه بازه زمانی توسط دولت آقای ترامپ ممنوع شده بود صحبت بکنیم. خب بازگشت تراشه‌های انویدیا به چین میتونه تاثیرات متفاوتی رو روی توسعه صنعت داخلی تراشه‌های این کشور داشته باشه. میتونه اون سرعت پروژه‌های تراشه‌های داخلی رو ضعیف بکنه، ورودهای سرمایه رو کاهش بده و پیشرفت سخت افزارهای داخلی چین رو با تأخیر روبرو بکنه و همین موضوع نفوذ فناوری آمریکا رو هم روی ریل‌های جهانی هوش مصنوعی میتونه حفظ بکنه. البته توسعه دهنده‌های مدل‌های هوش مصنوعی توی چین هم همچنان سخت افزارهای انویدیا رو ترجیح میدن، چون که شرایط توسعه نرم افزارهای هوش مصنوعی داخلی جایگزین به ویژه محیط توسعه هواوی هنوز سخته و اون انعطاف پذیری پیشنهادی انویدیا رو هم نداره. در ادامه با نگار خرمنیک عزیز، کارشناس بنیادی مجموعه پلنت، قرار هست که این موضوع رو عمیق‌تر بررسی بکنیم و ببینیم که با این بازگشتی که خبرهاش هست قرار هست تراشه‌های H20 انویدیا مجدداً به چین ارسال بشه، میتونه روی صنعت فناوری و این تراشه‌های چین چه تاثیراتی داشته باشه؟ نگار جان. مرسی ستاره از توضیحاتت. ما هفته گذشته توی بازار خبری رو شنیدیم که تراشه‌های H20 مجدداً قراره از ایالات متحده به چین صادر بشن و این اتفاق بسیار خوشحال کننده بود برای جنسن هوانگ سی او انویدیا، به واسطه اینکه زمانی که دونالد ترامپ اولین بار اعلام کرد که این محدوده‌های صادرات تراشه قراره بر آمریکا وضع بشه، این شرکت انویدیا اعلام کرده بود که 5.5 تریلیون دلار قراره، میلیارد دلار قراره صدمه ببینه و این صدمه‌ای که قراره متحمل بشه رو نمیتونه از جایی پس بگیره مگر اینکه برنامه‌های تراشه سازی خودش رو، مگر اینکه مسیرهای صادرات اونها رو تغییر بده که اینا کلی برای بیزنسش میتونن هزینه بر و سخت باشن. حالا هفته گذشته مجددا آقای ترامپ اعلام کردن که در واقع محدودیت‌ها رو برداشتن و این H20 ها شروع کردن روانه بازارهای چین شدن. جنسن هوانگ از این اتفاق بسیار خوشحاله، ولی به نظر میاد یک بازی روانی بزرگتر پشت اینکه چرا مجددا صادرات این تراشه‌ها به چین اتفاق داره میفته وجود داره. هاوارد لاتنیک اعلام کرده که اتفاقی که الان داریم در حوزه صنعت هوش مصنوعی و AI و روابط تجاری چین و آمریکا می‌بینیم اتفاق خوبیه، یعنی باید این روابط تجاری اتفاق بیفته، باید بیشتر بتونن با همدیگه در ارتباط باشن، چرا که اگر این اتفاق نیفته و اگر انویدیا وارد مارکت چین نشه، فرصتی بسیار خوبه برای رقبایی مثل در واقع هواوی که اونجا دارن فعالیت میکنن و از این نبود تراشه‌ها، نبود جی پی یو ها استفاده میکنن تا بتونن کسب و کار خودشون رو در واقع قوی‌تر بکنن، تقویت کنن، سرمایه‌گذاری بکنن، شاید از دولت مرکزی خلق چین بخوان در واقع رانت‌هایی رو دریافت بکنن که بخوان این حوزه رو گسترش بدن، چون حوزه بسیار حوزه استراتژیکی هست. و آقای هاوارد لاتنیک خیلی راجع به این مسئله صحبت کردن که دلشون میخواد که سیستم هر پیشرفتی که در سیستم AI و هوش مصنوعی چین اتفاق میفته روی کمر در واقع on the backbone سیستم ایالات متحده باشه و اگر این صادرات مسیر این صادرات متوقف بشه، احتمالاً چینی‌ها خودشون زیرساخت‌های خودشون رو میسازن. حالا ممکنه زمان بر باشه ولی در نهایت جایگاه استراتژیک ایالات متحده به عنوان پیشرو در صنعت هوش مصنوعی رو تهدید میکنه و این اتفاق خوبی نیست. حالا خود چین هم نقطه نظرش متفاوت بوده، یعنی چین هم خیلی خوشحال نبود از اینکه ورود تراشه‌ها محدودیت روشون وضع شده بود یا ممنوع شده بود، چون میدونست که صنایع داخلی تنها شانسی که برای رشد دارن شاید همین باشه، شاید دسترسی پیدا نکردن به تکنولوژی‌های بهتر، شاید شرکت‌هایی که تا زمانی که بتونن تراشه‌های انویدیا رو به دست بیارن اونها رو سراغ اونها میرن، هیچ کس سراغ هوش مصنوعی هواوی شاید نره، از چیپ‌های هواوی استفاده نکنه. ولی این مسئله باعث میشه که چین هم بتونه حرفی برای گفتن توی این مورد خاص داشته باشه و در هر صورت ورود H20 ها به چین آغاز شده و در حال حاضر سرمایه گذاری که میتونه مجدداً در حوزه هوش مصنوعی ایالات متحده اتفاق بیفته، سرمایه گذاری خارجی منظورم هست، مجدداً اتفاق میفته و میتونه جایگاه هاب بودن AI برای ایالات متحده حفظ بشه. دقیقاً. ببین همون موقعی که این تراشه‌ها ممنوع شد، خیلی از حالا کارشناسا، تحلیلگرا این پیش‌بینی رو می‌کردن که این باعث تقویت فناوری توی چین بشه. چرا؟ چون
همیشه دنبال این هست چین که وابستگیش به آمریکا رو به حداقل برسونه و این مسیری بود که اونو ببره. الان هم این دیدگاه این هستش که داره برمیگرده دوباره این تراشه ها به آمریکا، باعث میشه که اون روند رو به رشدی که از تکنولوژی چین انتظار داشتیم کمرنگ بشه. اما یه دیدگاه دیگه هم من میخوندم در رابطه باش، باز به نظرم جالبه که بهش اشاره بکنم، این بود که چین با این برگشت حالا تراشه‌های انویدیا داره برای خودش زمان میخره. دقیقاً. زمان بخره که بتونه خودش رو به اون سطح از تکنولوژی برسونه تا حالا مثلا الان خب فناوریش نیاز داره به این تراشه ها و نمیتونه خیلی سریع یک جایگزین با همین میزان از کیفیت و حالا تکنولوژی جایگزین کنه. الان با برگشتش میتونه برای خودش زمان بخره تا بتونه حالا شرکت‌های خودش رو تا اون حد رشد بده. دقیقاً همینطوره. یعنی حتی با وجود اینکه اگر همین امروز که حالا خیلی از قبل‌تر شروع شده، ولی اگر حتی 5 سال پیش چین شروع می‌کرد به ساخت کپی کردن دقیقاً همین سیستم هایی که انویدیا داره برای هوش مصنوعی و جی پی یوهاش استفاده میکنه، حداقل 10 سال طول می‌کشید بتونه یک نسل آمریکا جلوتر از صنعت تولید و تراشه‌های کشور چین. ولی اون بازی روانی که ازش صحبت میکنم دقیقاً اینجاست. به نظر میاد اولین کسی که این ایده رو مطرح کرده که چین میتونه کشوری باشه که ذی‌نفعی باشه از این محدودیت صادرات تراشه‌ها خود آقای جنسن هوانگ بوده و این صحبت به گوش کاخ سفید رسیده و به نظر میاد سیاست‌گذاری‌های کاخ سفید رو تحت تاثیر قرار داده، چون پیش بینی درستی بوده. زمانی که محدودیتی بخواد از سمت آمریکا روی این تجارت آزاد حوزه AI و تکنولوژی اتفاق بیفته، مسلماً کشور رقیب که بزرگترین اقتصاد، دومین بزرگترین اقتصاد دنیا رو ترغیب میکنه که بخواد اون وابستگی استراتژیک خودش رو از یک کشوری مثل آمریکا کم بکنه. ولی این داره نشون میده که چقدر صاحبان کسب و کار، چقدر صاحبان بیزنس توی این حوزه میتونن روی تصمیم گیری و سیاست گذاری این در واقع حوزه خودشون تاثیرگذاری داشته باشن. خیلی ممنونم ازت نگار، خیلی توضیحات خوبی دادی در رابطه با این موضوع و خیلی ممنونم از شما که بیننده بخش اتاق خبر بودید. در ادامه با همکارانم فردین لطفی عزیز و دوستان دیگه همراه باشید.